سلام، من مهران هستم. خیلی خوش اومدید به یک ویدیو جدید به چنل اوتو یونیورس. هفتگی در این چنل ویدیوهایی در مورد موضوعات مختلف خودرو منتشر میکنم که اگر مایل هستید و دوست دارید میتونید یک سری بزنید و ببینید. امیدوارم که به دردتون بخوره و در آینده نزدیکی بتونید از این محتوا و ویدیو استفاده و بهره کامل رو ببرید. دوستان، امروز میخوایم کمی در مورد شرایط بازار خودروی ایران و در مورد اینکه در آینده قراره به کجا برسه و الان چه خودروهایی رو بخریم، چه خودروهایی رو نخریم و اصلا الان وقت خرید خودرو هست، وقت فروش خودرو هست، چی کار کنیم، همه شو توی این ویدیو بهتون میگم. حتما توی کامنت ها برای ما بنویسین که به نظر شما در آینده قرار بازار خودرو چی بشه و علت اینکه الان فعلا بازار خودرو در رکود است چیه و چه خودروهایی رو پیشنهاد میکنیم برای خرید. حتما توی کامنت ها بنویسید. خیلی خوشحال میشم که نظرات شما رو ببینم و همینطور اگر سوالی دارین در خدمتم و میتونم به شما مشاوره بدم. دوستان ببینید، الان به علتی که خودتون به احتمال زیاد میدونید قیمت دلار فعلا نمیره بالا و احتمالاً داره میاد پایین. احتمالاً دلیلش رو میدونین برای چه، من اینجا خیلی بهش نمیپردازم. دوستان خب اومدن دلار به پایین خب باعث میشه که کم کم این قیمت دلار روی قیمت خودرو هم تاثیر بذاره و قیمت خودرو هم بیاد پایین و وقتی قیمت خودرو میاد پایین بازار در حال رکود میشه. وقتی که قیمت میره بالا دوستان، خب قیمت میره بالا، فروشنده کم میشه، خریدار زیاد. وقتی که قیمت میاد پایین فروشنده کم میشه و خریدار، ببخشید، فروشنده زیاد میشه و خریدار کم. اینجا قشنگ برعکسه. خب بعد الان ما در زمانی هستیم که فروشنده زیاده اما خریدار کمه. وقتی که قیمت میره بالا فروشنده کمه، خریدار زیاده. خب دوستان، حالا وقتی که خریدار کمه و فروشنده زیاد، بازار میره در حالت رکود. خب و هیچ وقت بازار ما خیلی نمیتونه به خودش بالانس بگیره، یعنی هم خریدار باشه هم فروشنده، یا فروشنده کمه خریدار زیاد، یا فروشنده زیاده خریدار کم. و کی بالانس میشه؟ این وقتی قیمت خودرو تکون نخوره و باشه در حالت عادی باشه، خیلی روش نره یا پایین نشه، این حالت بالانس میشه و هم خریدارا میتونن خودشون راحت بخرن و فروشنده ها میتونن خودشون راحت بفروشن. پس الان بازار خودروی ایران در حال رکود هستش و هیچ کس الان فعلا قصد خرید خودرو نداره، اما فروشنده زیاده. حتی زیر قیمت هم الان میخوان خودروشون رو بفروشن. اما به احتمال 98-9% دوستانی که میخواین خودروتون بفروشین یا شما، احتمالا بعد از 3-4 هفته دیگه که اون جریاناتی که خودتون احتمالا میدونید تموم بشه، قیمت دلار احتمال خیلی زیاد اوج میگیره و قیمت خودرو میره بالا و دوباره مخالف همین اتفاق میفته و خب این باعث میشه که بازار فروش خودروها الان که در حال رکود است بازار بد بشه. اگر تا اینجا ویدیو رو دیدین و خوشتون اومده میتونید همین الان لایک کنید، کلی از ما حمایت میکنید و با این کار میتونید این ویدیو رو در مقابل دید بیشتر مردم هم قرار بدید با لایک کردن تو و برای دیگران هم شیر کنید که اونها هم بتونن از این ویدیو استفاده کنن و بهره کامل رو ببرن. اگر میخواین که در این بازار برنده باشید و بهترین انتخاب رو داشته باشید، از طرف دیگر پولتون رو هر جای دور ندید و از انتخابتون راضی باشید، میتونید همین الان چنل اوتو یونیورس رو سابسکرایب کنید. هم از من حمایت میکنید و هم به خودتون لطف میکنید که پولتون هر جایی سرمایه گذاری نمی کنید و توی این بازار خراب ایران. خب دوستان، بریم سراغ ادامه این ویدیو. ببینید حالا بر اساس اینا که من گفتم الان بازار خودروی ایران در حال رکوده و چندین بارم گفتم و خب این باعث شده که کسی که الان میخواد خودروشو بفروشه به مشکل بر بخوره و نتونه خودروشو بفروشه. الان واقعا وقت فروش خودرو نیست، مگر اینکه خودروتون رو زیر قیمت بذارین که کسی بخره. وگرنه اگر خودروتون رو قیمت بازار هم بذارین کسی نمیخره، میخرن ولی کمه. یعنی شما فکر کنین مثلا اون وقتی که برای مثلا براتون یه خودروی مثال میذارم، مثلا 206، اون وقتی که 206 مثلا بهتون بگم توی رکود 206 مثلا 100 تا فروشنده 206 هستن اما فقط 10 تا خریدار 206 توی بازار رکود هستن. ولی وقتی قیمت میره بالاتر، خب دوستان 10 تا فروشنده 206 هستن اما 100 تا خریدار 206 هستن.
این هی باعث میشه که بازار ایران رو بالانس نره و که این برابر میشه وقتی که بازار خودرو ایران قیمت خودروها بالا پایین نشه. اون وقت احتمالا هم 100 تا فروشنده 206 داریم هم 100 تا خریدار 206. اینجا باعث میشه که مردم بتونن خوب معاملاتشون رو انجام بدن. اما الان فروشنده زیاده 100 تا 206 اما فقط 10 تا مشتری. خب این باعث شده که مردم میتونن دیرتر خودروشون رو به پول نقد تبدیل کنن در موقع رکود خودرو و خب این خیلی مهمه و باید حتما بهش دقت کنید. دوستان از من حالا بفهمید که توی بازاری که در حال رکوده و در بازاری که قیمت داره میره بالا خودروی میلیاردی نخرید. خودروی میلیاردی نخرید. خودروی میلیاردی معذرت خودروهای بالای 7-8 میلیارد ترجیحاً بالای 6 میلیارد نخرید. برای چی؟ برای اینکه دوستان این خودروها حالا علاوه بر قیمت داره میره بالا خیلی میرن بالا اما با یه افت قیمت کلی از قیمتشون میریزه و یه چیز جالب اینه که وقتی دوباره قیمت میره بالا نمیتونن به همون جایی که بودن برسن. امیدوارم که فهمیده باشین من دارم چی میگم و کلا خرید خودرو میلیاردی توی ایران درست نیست و چون یه تصرف کوچیک کلی از قیمت ماشین میندازه و اگر میخواین که خودرو واقعا خوبی سوار شین که خیلی تو چشم باشه این خودرو گذر کنید به جای اینکه برین 15 میلیارد تومان پول این خودرویی بدین برین همین 3 میلیارد تومان 4 میلیارد تومان همین پولو برین خودرو بخرین از امارات بعد بیارین بعد 2-3 میلیاردش هم نگه دارین چون قانونی است که هر کی خودرو گذر میاره تو ایران به صورت هر 5 ماه میتونه نامحدود 5 ماه یک بار تمدید کنه. فقط از هر 5 ماه بعد $4000 هزینه کنه ولی برای کسی که هم خودرو میخواد که خیلی ضرر نکنه و اینکه خودرو تو چشی سوار بشه خودروی گذر خوبه. اگر از این ویدیو استقبال بشه و توی کامنت ها بنویسید یک قوانین گذر 0 تا 100 قوانین گذر رو براتون یک ویدیو منتشر میکنم و مینویسم و کلیه قوانین رو من اونجا براتون شرحش میدم. خب خیلی ممنون که تا اینجا با من بودین و من یک توضیح در مورد شرایط بازار خودروی ایران گفتم و الان دوستان اگر شما قصد پول لازمی ندارین یعنی واقعا پول لازم نیستین توصیه نمی کنم خودرو بخرید خودرو بفروشید و اگر که پول لازم نیست اما پول خرید خودرو دارین الان خودرو بخرید. الان خوبه الان خودرو بخرید خودرو نفروشید ولی خودرو بخرید. وقتی قیمت میره بالا خب این کار نکنید خودرو رو بفروشید اما خودرو نخرید. خب دوستان این باعث میشه که ضرر کمتری هم بکنید. خیلی ممنون که تا اینجا با من بودید و امیدوارم که هر جو که هستین حال دلتون خوب باشه. اگر از این ویدیو خوشتون اومد همین الان میتونید لایک رو بکوبید کلی از ما حمایت میکنید و این ویدیو بیشتر وایرال میشه و از ما هم بیشتر حمایت میشه. خیلی ممنونم و اگر میخواین که توی این بازار برنده باشین و بهترین انتخاب رو داشته باشین و از طرفی دیگر از انتخابتون راضی باشین و پولتون رو هر جای سرمایه گذاری نکنین که پولتون از دست نره میتونید همین الان کانال اوتو یونیورس رو سابسکرایب کنید مطمئنا پشیمون نمیشید. خیلی ممنون که تا اینجا با من بودین. شب روزتون خوش خلاق پر انرژی باشین. امیدوارم که حال دلتون عالی باشه و هر جا و هر کی که هستین حالتون خوب باشه. خدا نگهدار تا ویدیو بعدی با امید دیدار.